انسان با امید است و ما امید داریم که این برادران حتما به آزادی خواهند برآمد. اما نباید تنها با امید و تکیه به اراده خداوند کرد. وظیفه ما و شما این است که باید تلاش کرد، مبارزه برد و اجازه ندیم که این برادران باقی عمرشون رو در زندان بگذرانند، بخصوص برادران و خواهرانی که هیچ جرمی ندارند، هیچ عیبی ندارند. هدف نهضت سرنگون کردن کسی یا از بین بردن کسی گروه نیست. مشکلی ما، مشکلی ملت تاجیک یک یا چند نفرند. سلام بینندگان عزیز، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه تنها بسته شد و تروریستی اعلان شد، بلکه بهترین نفرانش حبس و مهاجر شدند. شاید هدف حکومت هم همین بود که با این راه فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قطع کند. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه تنها فعالیتش را قطع نکرد، بلکه 4 دفتر در خارج کشور تأسیس داد و نسبت رژیم تندتر شد. مردم می‌خواهد بداند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چه وضع قرار دارد و چه برنامه‌هایی برای نجات کشور در آینده دارد. برای مشخص کردن این ما با چند سوال به رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مراجعت خواهیم کرد. استاد، حکومت بهترین های نهضت را حبس کرد. الان شما با چه کسانی می‌خواهید جای آنها را پر کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا امروز بهترین های ما در زندان هستند. اگر بگویم که بهترین مبارزهای ملت تاجیکستان هم در زندان هستند، هیچ مبالغه‌ای نیست. هم از نهضت و هم از برادران و خواهران غیر نهضتی مثل رهبر حزب تاجیکستان نو زاید سعیدوف، رهبر حزب دموکرات محمد رضا اسکندرов، شهرت قدرتوف، بزرگ مهریاروف و دیگر برادران و خواهران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میتونم گفت که اینها بهترین های ملت هستند که امروز در زندان هستند. واقعا جای خالی آنها را پر کردن برای هر حزب و حرکت کاری ساده نیست. برای نهضت اسلامی تاجیکستان یک تلفات بسیار بزرگ بود، ولی باز هم امید به ملت داریم، به جوانان داریم که حتما در یک مدت کوتاه آنها بتوانند جای برادران بزرگسال و پدران خود را بگیرند. حالا که ما با شما هم صحبت داریم و شما یکی از فرزندان، یکی از شهیدان زنده ما هستید، برادر رحمت الله رجب، و مطمئنم که دهها و صدها جوانان دیگر مثل شما به صحنه خواهند آمد. نه تنها جای پدران و برادران خود را پر خواهید کرد، بلکه تلاش میکنید حتما که از اونها بهتر و خوبتر فعالیت کنید، چون امروز وظیفه هر یک فرد آگاه در تاجیکستان، چه جوان چه کلانسال، آن هست که هم به جای خود کار کند، هم به جای نفری که در زندان هست. و من مطمئنم که در یک مدت کوتاه این جای خالی پر خواهد شد، چون خود فلسفه هجرت و مبارزه و مقاومت این است که انسان را زود میپزاند. اگر برای ما لازم بود که 20 سال خرج کنیم تا اینکه نفرانی را مثل سید عمر حسینی، محمد علی حید، سیف الله زاده، عبدالقهار، داملا زبیدالله و داملا محمد علی حید و برادران و خواهران زیاد دیگر که فرصت نیست اسم همشان را ببرم، مثل برادر رحمت الله رجب، اینا تیار شوند همچون کادر. حالا در این شرایط دشوار و هجرت من فکر میکنم که جوانان در یک فرصت کمتر آماده خواهند شد، چون معمولا در این گونه حالتها به جای 5 سال 2 سال کافی است که یک انسان پخته شود، تجربه بگیرد و الکی خود همین شروع مبارزه یک نسل نوی جوانان را به صحنه آورد. و شماها که اصلا دنبال کار و زندگی خودتان بودید، برای مثال در روسیه، جوانان دیگر در کشورهای گوناگون اصلا به سیاست هیچ ربطی نداشتند، ولی این فضای نو همه را مجبور کرد که بیان در پهلوی ملت قرار بگیرند و جای خالی شده اون برادران و خواهران مبارز را پر کنند. به همگان معلوم است که با در نظر داشت سن و سال نه به 5 نفر بلکه به 8 نفر حکم ابد تهدید میکند. آیا آنها عمری باقی مانده خود را در زندان سپری خواهند کرد؟ واقعا سوال بسیار دشوار است که آیا آن برادرانی که
پروکورور گنرالی برایشان حکم ابد طلب کرده است، باقی مانده عمر خود را در زندان خواهند گذراند یا آزاد خواهند شد، چون یک قسمی از آنها الکی سینشان از 60 تا 70 بالا هست. حتی نه تنها حکم ابد، حتی اگر 30 سال هم برای آنها پیش بینی کرده باشند یا 25 سال، معنی دارد که اگر آنها کاملا این مدت را در زندان بگذرانند دیگر آزادی را نخواهند دید و این برای یک انسان واقعا هم مصیبت است، برای خویش تبارش، برای فرزندانش. و وظیفه ما همچون نهضت و فکر میکنم که تمام روشنفکران و آزادیخواهان ملت این است که اجازه ندهند که این برادران و خواهران نابسته از آن که اعضای کدام حزبند این مدت طولانی را در زندان بگذرانند و این واقعا هم یک مصیبت انسانی هست، هم مصیبت ملی هست و ما این درد و غم شما رو حس میکنیم. حالا شاید که شما هم که فرزند یکی از این بزرگواران هستید، وقتی این سوال رو مطرح میکنید طبیعی است که تقدیر خود شما و پدر عزیزتون پیش نظرتون هست که خب آیا پدر شما دیگر تا آخر حیات در زندان خواهد بود یا که روی آزادی رو خواهد دید. البته انسان با امید است و ما امید داریم که این برادران حتما با آزادی خواهند برآمد، اما نباید تنها با امید و تکیه به اراده خداوند کرد. وظیفه ما و شما هم این است که باید تلاش کرد، مبارزه برد و اجازه ندهیم که این برادران باقی عمرشون رو در زندان بگذرانند، بخصوص برادران و خواهرانی که هیچ جرمی ندارن، هیچ عیبی ندارن و خیلی هم دشوار است وقتی که یک انسانی که طول این همه سالها زحمت کشید، مهنت کرد. برای مثال پدر شما رو مثال بیارم، برادر عزیزم رحمت الله را که یک انسان بسیار پاک ضمیر که همگان دوستش داشتن و هنوزم دوست می‌دارن ایشان را، تمام زندگی و حیاتش را خرج این ملت کرد، کشور کرد در چارچوب قانون. بسیار یک انسان حلیم، مهربان، مسئولیت شناس، هر مسئولیتی را که ما می‌دادیم در نهضت به درستی انجام میداد و حتی کسانی هم که قبلا با ایشان در جاهای دیگر کار میکردن وقتی که زندانی شدن رحمت الله رو شنیدن افسوس میخوردن، میگفتن چقدر انسانی پاک و با وجدانی بود وقتی در اداره با آنها کار میکرده است. واقعا گفتن شما قدر بهترین دارید. ولی این انسان در یک روز از یک انسان قانون محوری قانونمند تبدیل به یک جنایتکار شد، تبدیل به تروریست شد و حالا واقعا برایش دشوار است که چگونه برای کدام کار، برای کدام گناه اونه که تا روز حبسش تا 16 سپتامبر سال 2015 تنها در چارچوب قانون کار میکرد، مگر گناهش همین بود؟ بنابر همین وظیفه ما و شما این است که در این مسئله فکر کنیم. البته اگر کسی بگوید که نه ما فردا، پس فردا یا سال آینده این برادرها رو آزاد خواهیم کرد، این یک حرفی بی اساس گفته است و نباید ما با کسی یک وعده دروغین بدهیم و امیدها را بالا ببریم. ما این وعده رو میدیم که تمام تلاش خود را خواهیم کرد، هم در سمت حقوق بین المللی، هم رسانه‌ای، هم ملاقات با کشورهای زیر ربط و این چنین یادمان نرود که باید در چنین حالات تنها تکیه به ملت کرد. ما نباید با امید کدام سازمان بین المللی، کدام رسانه یا سازمان‌های حقوق بشر شویم. اونها هیچ وقت کسی را از زندان، یگان مظلومی را آزاد نکردن و نخواهند کرد. حد اکثری که کاری که اونها کرده میتونن این صلیب سرخ یک مرتبه زندان میراد اونها را خبر میگیرد. ولی وظیفه ما و شما آزاد کردن اون برادران است. حالا با کدام راه، با کدام وسیله این مسئله دیگر است، ولی مطمئنا با راه‌های قانونمند، با مبارزه مشروع و ملت باید که تلاش کند، بیدار شود که هم فرزندان خود را آزاد کند و هم اجازت ندهد که این حکومت‌های ظالم دیگر فرزندان ملت را وارد زندان کنند. راه خیلی طولانی هست، مسیر خیلی دشوار هست، ولی من فکر میکنم که این عمل شونده است. فقط ما خواهشمان از شما، از دیگر یار و دوستان این است که با هر راه و وسیله که میتوانید این پیام را به زندانیان، به برادران برسانید که آنها ناامید نباشند. البته من صبر آنها رو میدانم، استواری و متانت آنها رو میدانم، چون با هم بودیم و هر کدام آنها رو میشناسم. یادشان نرود که بودن مبارزان در تاریخ بشریت که 20 سال 25 سال نشستند، باز بیرون آمدند و ملت ها رو رهبری کردند، مثل نیلسون ماندلا که او هم تروریست اعلام شده بود،
او هم زندانی بود نزدیک 30 سال و بالاخره عدالت پیروز شد و هم از زندان بیرون آمدند و هم رهبری یک ملت و کشور شدند و ملت خود را از ظلم اپارتاید که مثل حکومت امروزی تاجیکستان بود آزاد کردند. ولی ما نباید با امید آن باشیم که برادران زندانی ما ملت را آزاد کنند. باید ما خودمان تلاش کنیم که هم برادران را آزاد کنیم و هم ملت را آزاد کرده باشیم. با وجودی که همه نهضت رو تنقید میکنن ولی امیدشون با نهضت برای سرنگونی این رژیم باقی مانده است. ولی شما با ما میگفتید که آیا نهضت مبارزه های آینده خود رو و برنامه هایی دارد که برای مبارزه های آینده کار انجام برای ملت و کشور کنند؟ واقعا شما درست میگید که همگان از نهضت انتقاد میکردن در گذشته، هم امروز هم انتقاد دارن. شاید در آینده هم این اراده ها و انتقادها کمتر نشود، ولی معمولا از کسی انتقاد میکنن، ایراد میگیرن که امید دارن به او و این انتقادها بیانگر آن است که نهضت اسلامی تاجیکستان با وجود همه کمبودی ها و نقصایی که در فعالیتش داشت امروز هم دارد، باز هم مردمی ترین و اساسی ترین نیروی مقاوم و مبارز در تاجیکستان باقی میماند که امروزها نه تنها اپوزیسیون های تقلیدی یا معمولی امیدشون به نهضت است، حتی ما پیام های از گروه ها و شخصیت های داخلی کشور، از کسانی که اصلا در سابق هیچ ربطی به سیاست نداشتن و حتی از هواداران حاکمان امروزه بودن، ما پیام ها میگیریم که دیگر کار از حد گذشته است و تنها امید نهضت و اتحاد نیروها و شخصیت ها هست که میتوانند در آینده یک نیروی متشکل مبارزی قوی را تشکیل کنند و وارد مرحله دیگر شوند. واقعا ما باید این را آشکار بگیم که هدف نهضت سرنگون کردن کسی یا از بین بردن کسی گروه نیست. مشکلی ما، مشکلی ملت تاجیک یک یا چند نفرند. حالا بعضی‌ها شاید فکر کنند وقتی شما اصلا در سوالاتون عباره سرنگون کردن یا واژگون کردن نظام را استفاده کردید که از نگاه من باید که به شکل دیگر گفته شود که چون خود کلمه واژگون کردن یا سرنگون کردن این از لحاظ حقوقی و سیاسی چندان واژه مناسب نیست، ولی چون بالاخره پدر شما در زندان است و ده ها و صدها هزارها جوانان دیگر در حالت گرفتن یک انتقام یا قصاص از ظالمین هستند، دیگر طبیعی است که گاه این واژه ها هم استفاده می شود. اما ما بیاید از واژه ها و مفهوم های دیگر استفاده کنیم، مثل آزادی ملت و تغییر وضعیت. بعضی سوال می‌کنند که شما چی برنامه دارید و وقتی که مثلا نهضت اسلامی تاجیکستان با دیگر نیروها وارد میدان شد، هدف شما چی است؟ آیا سرنگون کردن حاکمیت است یا کماند است؟ ما میگیم نه. ملت تاجیک، حتی حکومتداران امروزه، حتی کسانی که در داخل حکومت هستند، از این وضعیت خیلی بدشون میاد. مگر یک وزیر یا یک مسئول دولتی خوشش میاد که وقتی که به خارج سفر میکند همیشه میگن شما حکومت دیکتاتوری هستید، شما حکومت کروپسیونی هستید، شما از لحاظ فقر و کمبزاعتی پایینترین دولت در جهان هستید، شما از لحاظ فساد و کروپسیا بالاترین دولت هستید، ملت شما برق ندارد، رهبران شما پول ملت رو میدزدند، اپوزیسیون رو سرکوب میکنند، در شما آزادی نیست. شما میدونید که اصلا وزیران ما، مسئولین ما در نزد تشکیلات‌های بین‌المللی، در نزد خارجی چقدر شرمسار و خجل زده‌اند، خجالت زده‌اند. این رو تصور کرده نمیشه. اونا هم میخواهند وزیر یک کشور یا یک حکومت سربلند و مردمی و آزاد باشند. اونا هم میخواهند وقتی خارج سفر میکنن گزارش‌های بین‌المللی میشد، اسم تاجیکستان همیشه در روی خط کشورهای پیشرفته و آزاد باشد، حداقل مثل برادران قرقیزستان. ببینید قرقیزستان ما همسایه ما چندان کشوری پیشرفته نیست، تقریبا تمام نشاندادهایش مثل تاجیکستان است، اگرچه یک کمی بهتر، ولی همیشه قرقیزستان در لیست کشورهای رو به ترقی هست. وزیر قرقیز، شهروند قرقیزستان در هیچ جای دنیا خجالت زده نیست مثل تاجیک. حتی در روسیه هم وقتی می رود، پلیس روسیه هم نسبت قرقیزها احترام بیشتر قائل هستند. چرا؟ برای اینکه حکومت مردمی دارد.
داشتن یک حکومت مردمی آبروی هم منصبدار است، هم گنرال هست، هم مسئول امنیتی و پلیس است و هم شهروند است. مشکلی ملت ما، مشکلی نهضت هم یک نفر و یک گروه بسیار خوردن که ملت همش رو میشناسه. بنابر همین باید همه ملت، چی حکومتی، چی اپوزیسیون، چی امنیتی، چی پلیس، چی بیزنسمن، چی داملا، همه باید به این نتیجه رسیده باشند که یک مرتبه باید با صدای بلند قاطعانه به این جنابان گفت که بس، من جنابان رو در ناخنک میگیرم. هیچگاه جناب عالی و خالی و نگفتم به هیچ کس. شاید یکی از سبب آن که مشکلی رو به سر نهضت آوردن همین بود که هیچگاه رهبریت نهضت کلمه جناب عالی رو در خطاب به رهبران دولت استفاده نکرد، چون یک عباره ساخته پر از تملق و غیر کنستیتوشنی است. در تاجیکستان طبق کنستیتوسیا رهبر یا عنوان رهبری کشور پرزیدنت است و هنوز هم مونده است، نه پیشوا، نه جناب، نه کسی دیگر. بنابراین باید وقتی من جنابان میگم در ناخنک، باید به این جنابان گفت که آقا بس، دیگر ملت تحمل شما را ندارد. تأخیر کردید، فشار آوردید، دزدیدید، ولی وقتی همه این جنایت ها را کردید حداقل به مردم اجازه میدادید که درست نمازش را خواند، اجازه بدید که تجارت کند، اجازه بدید که فرهنگ خود را، تاجر تجارت خود را، دیندار دین خود را، سیاستمدار سیاست خود را در چارچوب قانون انجام دهد. ولی وقتی که همه چیز را از مردم گرفته، در عوضش چیزی به مردم نداده، مردم بالاخره باید یک بار بگوید که بس. و بنابراین برنامه نهضت و امید دارم که دیگر نیروها و شخصیت‌های اپوزیسیونی و میهندوست کشور که در داخل کشور هم خیلی زیاد هستند باید همین باشد. ملت را از یک ظلم و غلامداری یک گروه کوچک باید رها کرد. تشکر زیاد استاد. بینندگان عزیز و هموطنان گرامی، این بود صحبت ما با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری. تا برنامه‌های دیگری ما، خدا یار و مددگارتان. سلامت باشید.